آنهایی که از پس دنیا میدوند، آنهایی که از پس مالهای دنیا میدوند، یک روز آمدنی است، یک روز رفتنی است. اما آن چیزی که ما و شما امروز تصمیم گرفتیم، این به خاطر آباد کردن آخرت هر یکی ما و شما. این همه گفته های ما از به قول از دل می براید، از آن سببی که ما همدیگر را دوست می داریم. ما می خواهیم که هر چیزی که به خودمان دوست می داریم آن را به شما، به آنهایی که این لحظه با ما هستند، با آنها نیست دوست می داریم. یعنی که ما و شما از گمراهان نباشیم، ما و شما از هدایت یافتگان باشیم. و این سخن صمیمی است. و یک چیز رو می خواهم باز یادرس شوم. یک نفر رو می شناسم در سالهای گذشته سراینده و با نوازندگان بود و خودش نیست سراینده و نوازنده و نمیدونم رقاصه و چیزی بود، اما آبروی بلند داشت. همه وی را احترام میکردند. آنهایی که در پروکراتور و در مقامات و در همان KGB و دیگر جاها کار میکردند احترام میکردند، پول داده و به خانهشان دعوت میکردند. احترام در سطحی بالا بود. و غیر از این همون نفر رو مثلا مادرش و نزدیکانش و خویش و اقربایش همه عزت میکردند، همه دوست میداشتند، همه فخر میکردند. برای چی؟ یک نزدیکشان سراینده است و مشهور است و وی را همگان میشناسند. از این افتخار میکردند. یک چیزی دنیایی و فسق و فساد، این از این افتخار میکردند، این را دوست میداشتند. اما همون انسانی که عوض شد، الله تعالی به دلش هدایت انداخته است و هدایت یافته است و امروز میگوید این فسق و فساد است. سرایندگی و نوازندگی جایز نیست. اگر خواهی که آخرتت را آباد کنی، راه درست را یاب. این نفری که مبدل یافت یا تبدیل یافت یا هدایت یافت، در نزد بعضی ها دشمن شد. خویش و تباران از این گونه انسان میگوید که این دعوت به خوبی میکند، پند و نصیحت میگوید، از این دور شوید. و دور هم شدند. و سبب بعضی فاسقان، بعضی جاهلان، بعضی نادانان نزدیکانش را، هرچند که اون نزدیکانی نمیدونم خیلی دور هم باشد، به سوال و جواب به نزدشان دعوت میکنند. میگویند تو از کجا میشناسی این را؟ این کی است؟ برای چی این دعوت میکند؟ برای چی این قرآن و معنای قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دیگران میرساند؟ ببینید تغییریابی را. و به قولی که لوگیکا در کجاست؟ وقتی که سراینده باشد و به قول اشولچی باشد و سرودخوان باشد، دیگران را رفته در تویهایشان به فسق و فساد دعوت کند و امروز اکنون به پند و نصیحت به دیگران گوید، وی از بدان میگشته است. به قول روسا لوگیکا نیست در این سخنها و در این عملها. چشمتان را باز کنید، حالا هم وقت دارید. اگر شب از خوابتان بیدار نشوید دیگر، عذاب قبر فکر آن را کنید، روز جزا فکر آن را کنید، سوال و جواب در نزد آنی که شما را میپرسند فکر آن را کنید. به کجا می روید؟ فکر میکنید که شما تا ابد پروکورور میمانید؟ نه البته. فکر میکنید که شما تا ابد KGB میمانید؟ نه البته. آخر پرزیدنتان مرده رفتادند و میمورند. اسلام کریموف را به یاد بیارید. مرد رفت، ابد زندگی کرده نمیتونه. و پیامبران مردند و رفتند. تماشا بینان عزیز، بیایید چشممان را باز کنیم، بیایید دیگر شویم اکنون. آن چیزی که الله تعالی برای شما در کتابش روان کرده است و آن رسالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوش داشت و آن را برای ما و شما رساند، برای چی ما آن را پیروی نکنیم بلکه
اونه که ما رو به فحشا دعوت میکند از اون پیروی کنیم. از این خاطر الله ما و شما را هدایت کند. بیایید قسمت دیگر را آغاز میکنیم.